الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعت سوال کرده اند که ما طالب علم ها را طلب می کنیم که به ما دین را آموزند و عقیده را بفهمانند، اما طالب علم های ما می گویند که امروز از مصلحه نیست که ما دین را بیاموزیم و در این موضوع های عقیده صحبت بکنیم. آیا همین درست است؟ و این چنین آیا به خاطر رسانیدن دین و به خاطر دعوت به ابتلا گرفتار شدن طالب علم این عیب است؟ یگان کمبودی دارد یا چیست؟ بارک الله فیکم. البته این یکی از بزرگترین مصیبت های طالب علم های امروزه هست که اونها تعلیم گرفتند اما نمی رسانند. اونها حق را فهمیدند اما نمی فهمانند و الله به خاطر همین کارشان اونها را خوار و ذلیل می گرداند، زیرا وظیفه اینها این بود که باید می رسانیدند. خیلی که الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لتبیننه للناس ولا تکتمونه. حتما باید به مردم بیان بکنید و پنهان نکنید. البته که طالب علم هایی که می گوید که ما امروز به خاطر وزنینی ها، به خاطر این مشقت ها و به خاطر مصیبت ها و بلا و ابتلایی که بالای دعوتگر و عالم و طالب علم می آید، از باب مصلحه ما دعوت نمی کنیم، نمی رسانیم، می گوید این مخالف قرآن و سنت و مخالف منهج اهل سنت و الجماعت سخن کرده است و مصلحه را طاغوت خود گرفته است. اینها انتظارند که روز همه جا آرامی بشود و یک پادشاه و یک یا امیر یا حاکم بیاید بگوید که خواهش میکنم از شما، التماس میکنم دام الله یا طالب علم مرحمت، منبر برای شما است، برایت بگوید سخن حق را. اما این چنین روز شدنش والله اعلم چند صد سال است که ما این چنین روزها را نمیبینیم. پس وظیفه عالم و طالب علم این حمایت دین است، رسانیدن دین است، تعلیم دادن دین است و گفتن حق است و مبارزه بردن با شرک و کفر است و با طاغوت و مبتدعین و مشرکین است. طالب علم وقتی که وظیفه خود را انجام ندهد، باز به خودش حجت بیارد، البته این گمراهی است، این ضلالت است. الله المستعان. بله، یهودی ها کسانی بودند که حق را می دانستند، چه خیلی که فرزند خود را می شناسند حق را می شناختند اما بیان نمی کردند. سبحان الله. امروز بسیاری از طالب علم ها می دانند، می فهمند اما بیان نمی کنند. آنها دنیا را به آخرت عوض کرده اند. دنیا برای آنها مقدم از آخرت است. آخرت خود را به دنیای خود فروخته اند و جزایشان را آنها در نزد الله خواهند گرفت. روزی که دین محتاج آنها است، روزی که مسلمان ها محتاج آنها است، آنها خاموش باشند. پس کی برای این امت لازم می شوند؟ روزی که این امت مستقیم شد، روزی که این امت عزت یافت، روزی که این امت به پای خود برخاست، دیگر شما و مثل شما انسان ها لازم نیستید. زیرا که در آن روز الله انسان هایی که
خودش خاص این زمان و مکان است و به همین وقت و زمان و مکان ارزش دارد می آورد. شما که وظیفه خود را در وقتش انجام ندادید شما بیکار می شوید و در نزد الله به هر مسئولیت خود جواب خواهید داد. چرا تعلیم بگرفتید؟ این سالهای طولانی را چرا برای قرائت و تعلیم گذرانیدید؟ مگر این همه فقط برای معلومات نفس خود بود؟ مگر دعوت کردن این به سر شما واجب نیست؟ گفتن حق به سر شما واجب نیست؟ در رو بروی چشم شما دین اسلام دیگر می شود، قرآن انکار می شود، سنت تحریف می شود، عقیده نابود می شود، مشرک مسلمان گفته می شود، مسلمان سبحان الله انکار کرده می شود، افراطی گفته می شود. شما دارید خاموشید و میگوید که از مصلحه هست که ما سخن نگوییم. به دنیا غوطه زدید، شب و روزتون را به دنیا مشغول کردید. بدانید که سرانجام دنیای شما صفر خواهد بود. طالب علمی که علم خود را نمی رساند، واجبیت خود را انجام نمی دهد، دین الله را نصرت نمی دهد، سرانجام او بیهوده خواهد بود. این همه حیاتش بیهوده خواهد گذشت و سرانجامش حسرت و ندامت خواهد بود. چقدر طالب علم ها را دیدیم که از راه دعوت، از راه آموزانیدن، از راه بیان کردن خود را کناره گرفتند و مشغول به پول و اموال شدند. بالاخره خوار و زار شدند، نه دین و نه دنیا. علمشون فراموش شد و دنیایشون هم از دستشان رفت. پشیمان شدند، گریه کردند، ناله کردند، حسرت دارند، اما فایده ندارد. وقت رفت. پس ای طالب علم، ای جوان، قدر جوانیت را بدان. قوه جوانی که داری، شجاعتی که داری، این قوه و شجاعت را، این عقل و فراسات و فهم را در راه الله صرف بکن، به خاطر دعوت الله را صرف بکن. دنیایت را به آخرت عوض بکن، آخرت را پیش بگیر. امید و آرزویت آخرت باشد. الله هم دنیا و هم آخرت را به تو داد و می دهد. اما همیشه ما باید بدانیم که کسی که در منهج حق است، حق می گوید، عقیده صحیح دارد، در مذهب اهل سنت و الجماعت است، ابتلا به سر او خواهد آمد. الله سبحانه و تعالی او را می سنجد. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما میپندارید که ما شما را ترک میکنیم و شما را به ابتلا گرفتار نمیکنیم و نمیسنجیم؟ همانا که پیش از شما گذشته دیگر امتها را سنجیدیم و حتما شما را هم میسنجیم تا که کدام شما راستین و کدام شما دروغین بودن را جدا بکنیم. ابتلا راستین بوده ها، صادقین را از کاذبین جدا میکند. تا این روزی که طاغوت تاجیکستان جوان مسلمان های تاجیک را حبس نمی کرد، همه دعوای عقیده و نشر سخن و حقگویی و دعوا از محبت و دعوا از این و آن می کردند و در یک مسئله کوچک کشمکش وقتی که ابتلا آمد همه شما
فهمیدید که کی صادق است و کی کاذب است، کی صدقاً در دین الله است و کی منافق بود و دروغین بود. پس طالب علم ها، اگر شما صدقاً در این راه، در راه حق باشید، صدقاً طالب علم باشید و به خاطر الله آموخته باشید، برسانید. زیرا وقتی که پنهان میکنید این علم شما در روز قیامت به دهان شما لجام خواهد شد. من علم ان علم ثم کتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار. هر کسی که علمی را بداند، پنهان بکند، در زمانی که مردم احتیاجمند هستند به همون علم نرساند، این علمش در روز قیامت به دهانش لجامی علابین خواهد شد، لجام آتشین خواهد شد. و البته که عذاب بزرگ خواهد می‌بیند. عذاب بزرگ نصیب او می شود. سبحان الله. اگر شما دعوت نکنید، اگر شما نگویید، اگر شما نرسانید، کی می رساند؟ شما ساکت باشید، آیا انسان‌های عامه‌ای که تعلیم نگرفتند و نفهمیدن آنها دین را پیش میبرند؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتند که العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثبران پیامبر هستند؟ شما طالب علم ها در نزد قومتون مگر علما نیستید؟ شما میراثبران پیامبر مگر نبودید؟ اما این راه را ترک کردید، میراث رسول الله را به یک طرف گذاشتید. شما میخواهید که دعوت بکنید و باز زیبا زندگی بکنید. شما میخواهید که تعلیم بدهید و کتیج داشته باشید، جیب داشته باشید، میلیون ها داشته باشید، مرید ها داشته باشید، چگونه ای که صوفی ها و رافضه ها و این مرجئه های خوب سا دارند. اگر حق را میخواهید جمع نمی شود. حق با جیب، حق با کتیج، حق با میلیون ها دلار جمع نمی شود. حق با ابتلا در یک جا جمع می شود. حق را میگویی، دین را میرسانی، بسری تو ابتلا از جانب الله می آید که تو را می سنجد و درجه تو را بالا می برد و آخرت تو را بزرگ می کند و تو را در روزی شرمنده بودنی همه نجاتت می دهد، حمایتت می کند و همنشینی رسولان، صادقان، صالحان و شهدا، انبیا قرارت می دهد و به دیدار جمال خودش بزرگترین نعمت نصیبش می کند. این منحرف شده ها، گمراه ها، مبتدع ها هستند، طاغوت پرست ها هستند که از پشت دعوت خود چی می خواهند؟ شهرت می خواهند، منصب می خواهند، مال و اموال می خواهند، زندگی زیبا می خواهند، در زیر بینی طاغوت. این همه را در زیر بینی طاغوت می خواهند. این ناممکن است. طاغوت از سخن تو، از عقیده تو، از دین تو، از اول تا آخری تو راضی نیست. چگونه می شود که تو در زیر بینی طاغوت سخن حق را بگویی و باز چنان زیبا در درون کتیجت در گرد و اطراف زنهایت زندگی بکنی، هجرت نداشته باشی؟ این ناممکن است. اگر این امکان می داشت، اولین کسی که همچنین زندگی می کرد این رسول الله صلی الله علیه و سلم می شد. اما ببینید سختترین بلا به بالای رسول الله آمد، در حالتی که از همه بنده دوست داشته ترین الله در روی زمین این رسول الله است صلی الله علیه و سلم. الله اینقدر رسول الله را احترام می کند که در درون قرآن یگان مراتبه محمد خودش را نگفته است یا محمد رسول الله. محمد پدر شما نیستند بلکه نبی هستند. محمد این خاتم الانبیا هستند.
رسول الله، خاتم الانبیا و دیگر همیشه به لقب‌های زیباترین محمد صلی الله علیه و سلم را گرفته است. یعنی الله رسول الله را دوست می‌دارد. در نزد الله از همه بزرگترین رسول این رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم است. از همه بزرگترین، بالاترین، فضلشان بزرگترین. بدانید که همین رسول الله میگویند که این اشد البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل. سختترین بلا برای انبیا هست و بعد از این هر کسی که در راه انبیا سخت می شود برای او بلا سختتر است. سختترین بلا را در روی این دنیا محمد صلی الله علیه و سلم دیدند. بله، بعضی از انبیا بودند که قومشون این پیامبرشون را کشتند، اما بدانید که اگر در یک وقتی کوتاه بکشند، روح انبیا وقتی که به نزد الله می رود تمام بعد از مرگ در راحت است. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال از جانب مشرکین کفار اذیت داده شدند. مادرمان عایشه رضی الله عنها از رسول الله پرسیدند که آیا از روز احد دیده سختترین روزی را از قومت دیده ای؟ هل لقیت یوما اشد من یوم احد من قومک؟ بلایی که در روز احد به سر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بود چیست؟ رسول الله از جانب مشرکین شکست خوردند. 70 نفر صحابگان وفات کردند. دندان اشک رسول الله شکست، رویشون جراحت برداشت. چقدر سختترین. رسول الله به عایشه گفتند رضی الله عنها لقیت من قومک ما لقیت. از قوم تو من چیزهایی را دیدم که بنهایت بزرگ است. یعنی از روز احد هم دیده، باز دیگر مشقت و وزنینه ها را دیدم. حضرت عایشه که خردسال بودند حادثه های در مکه پیامبر اذیت دیدنشون را نمیدانستند. وقتی که به مدینه آمدن حضرت عایشه رضی الله عنها 6 ساله بودند. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من از قوم تو چقدر مصیبت ها و بلاهای را دیدم که بنهایت بزرگ است. و گفتند مرا قریش از مکه بیرون کرد و من نفسم را پیشنهاد کردم به حمایت به قوم ثقیف، بنو ثقیف، یعنی طائف. از مکه به طائف رفتند 80 کیلومتر پیاده و به قوم ثقیف گفتند که مرا حمایت بکنید. بنو ثقیف قبول نکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من اینقدر غمگین شدم و اینقدر سخت به همین فکر و خیال همون ردی که بنو ثقیف کردن رفتم که از خود بیخود شدم و در قرن ثعالب به خود آمدم. وقتی که به خود آمدم دیدم که در قرن ثعالب هستم. یعنی وقتی که به طائف رفتن بنو ثقیف قبول نکرد، از سختی اون روز، از شدت اون روز، از شدت تنهایی، از شدت این عظمت راه دعوت از طائف بازگشتن 46 کیلومتر. بعد از 46 کیلومتر به خود آمدند که یک بینن 46 کیلومتر راه گشتند پیاده. اما در مدت 46 کیلومتر اینقدر در حالت سختی بودند که نفهمیدند از غمگینی و سختی اون روز نفهمیدند که 46 کیلومتر رو پیاده راه گشتند. زیرا از طائف تا این منطقه قرن ثعالب 46 کیلومتر است. از همین جهت علما میگویند ابتلای معنوی سخت‌تر از ابتلای مادی هست. ابتلای مادی خانه شما رفت، یک ضربه کشیدید، قتل یا چیزی دیگر، اینها می رود. اما از این دیده ابتلای معنوی سخت‌تر است. وقتی که شما روحاً عذاب میکشید در این راه.
و رسول الله گفتند هر کسی که خودش را به منهج رسول الله مانند می کند او ابتلا می شود. پس کسی که می خواهد که در این راه دعوت بکند، تعلیم بدهد، حق بگوید، هیچگاه نقشه خود را نقشه دنیوی نکشد، هیچگاه آبرو، شهرت، خانه و در این چیزها را تمنا نکند. آرزوی او دیدار جمال الله، آرزوی او آخرت باشد، آرزوی او همنشینی با رسول الله صلی الله علیه وسلم، صالحین و صادقین و شهدا باشد. پس این است حقیقت منهج، این است راه دعوت. شیخ سلیمان العلوان حفظه الله میگوید هر کسی که به راه دعوت می براید و فکر می کند که هم دعوت می کند و هم در بالای گلیم ها راه می گردد، همیشه در کیف و صفا است، خطا کرده است، منحرف شده است. زیرا راه دعوت این راه است که در زیر پایت خار، همیشه خارها وجود دارد. شیطان و لشکرش و طاغوت ها همیشه ضد تو هستند. پس کسانی که طالب علم هستید توبه بکنید و به سوی الله بازگردید و حق و حقیقت را بیان بکنید. و کسانی که آینده می خواهید که طالب علم باشید، پیش از شروع کردن به طلب علم نیت خود را صحیح بکنید که به خاطر چی تعلیم علم میگیرید، به خاطر چی سفر میکنید. آیا رفتن در سعودی و مصر و در جای دیگر مشغول شدن به تجارت؟ بله، بعضی ها یا بسیاری ها نامشون طالب علم هستند اما تاجر هستند. روی کتاب را ندیدند، میگن که من 20 سال در اونجا بودم، 10 سال در اونجا بودم و من عربی را میدانم، تمام، من این سخنی این است و آن است، در حالتی که منهج اهل سنت را، عقیده اهل سنت را نمیداند. زیرا او مشغول بود، به تجارت مشغول بود. او طالب علم نیست، او تاجر بود، اما مردم را فریب میدهد که من طالب علم بودم. دیگرش به خاطر پول جمع کردن به کار دیگر مشغول می شود. بالاخره وقتی که فرصت می رود مجبور به متهمی مشغول می شود و می خواهد که باز آبرویش را حفظ بکند. اما عزت در نزد الله است. هزار من و شما می خواهیم که ما به عزت باشیم، نمی توانیم. الله خودش عزت را می دهد. ولله العزة جمیعا. همه عزت در جانب الله است. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت از آن الله، از آن رسول الله، از آن مؤمنین است، اما منافقان نمیدانند. منافقان فکر میکنند که عزت را به دست آورده می شود. پس هوشیار باشید و در راه دعوت ثابت قدم باشید. در راه دعوت به ابتلا واقع شدن این سنت است، سنت انبیا، رسول و تمام دعوتگران است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.